با یه دنیا درود خدمت شما همراهان عزیز ایگول هژمونی. دوستان از این ویدیو به بعد قراره که دوست عزیزم، همسایه خیلی طناز و مهربون من جواد آقا در این ویدیو نه تنها بلکه در همه ویدیوها منو همراهی کنه. از جواد میخوام که خودشو معرفی کنه. سلام عرض میکنم خدمت همه تا، امیدوارم حالتون خوب باشه. جواد سگ، امیدوارم که حالتا هست خوب بشه. ما از سوسو بازی از جون شما بدون بیه، ولی ما رو آورد اینجا ما آمدیم دیگه. میخوام اینو میگه همی چی میگه، همی ادمین همی کانال حرف بزنه به چه، فقط کامنت ها بنویسیم پرورش کنیم با مولا. بله دوستان، با جواد آشنا شدید. جواد مشهدیه و خیلی دوست خوبیه برای من. از این ویدیو با من همراهی میکنه. امیدوارم که از همراهیش لذت ببرید و لحظه زیباشم خوشتون بیاد. خب میریم سراغ 10 تا از خطرناکترین جانورای روی کره زمین که احتمالاً با اونا آشنا نیستید و تو این ویدیو قراره آشنا بشید. درسته که ما انسان ها پادشاه کره زمینیم، اما فراموش نکنید که میلیاردها میلیارد جانور وجود داره که ما از نظر تعداد توان رقابت با اونها رو نداریم. البته در صورت تحریک شدن برخی از اونها توانایی خاصی در زمینه نشون دادن قدرتشون و وحشت زده کردن ما دارن. گاهی اوقات قلمرو جانورا در مقابل دست درازی های انسان ها مقابله به مثل میکنن و تعداد از این جانورا که قرار خطرناکترینشون هم باشن در این لیست به شما معرفی خواهند شد. خب اولین نفر، یعنی اولین حیوان از این لیست چیزی نیست یا کسی نیست جز کفتار. بله دوستان، همینطور که میدونید کفتارها یکی از قوی ترین آرواره ها رو در بین جانورای کره زمین دارن. به نظر من بدترین شیوه جواد برای مردن به گفته شخص خودم اینه که توسط یک کفتار خورده بشید. درسته؟ نگاه کن، اگر اینا کفتارن ما هم سگم، جواد سگ یعنی با همه هرچی کفتارن مقابله میکنه. بیا همهشون از افریقا بفتن اینجا خودم همهشون آشلاش میکنه. بله دوستان، تا یه دوست مثل جواد دارید از کفتار نباید بترسید. به نظر من ترسناکترین حیوانات که از نظر گاز گرفتن در بین همه حیوانات کفتاره و من میگم کفتارها معمولا زحمت کشتن و شکار به خودش نمیدن. اونا در حالی که شکار زنده است اونا زنده میخورن تا درد و رنج شکار قشنگ حس بشه و پوست گوشت اونو پاره پاره میکنن و با اون آرواره‌های خیلی قدرتمندشون حتی استخونهای شکار هم له میکنن. جواد واقعا وحشتناکه، نه؟ ما کنی میترسیم یاره، تو میترسی بیچه سالی بیچنینه این نازنگاریم که من میترسیم. خیلی خوب، حالا که از کفتار گفتیم بریم به نفر، یعنی جانور دوم از لیستمون که عنکبوت آواره برزیلیه. سمی‌ترین عنکبوت دنیا تنها شما رو نمیکشه بلکه مرگ شما رو به دردناکترین و ناخوشایندترین شکل ممکن موجب میشه. بعد از گزیده شدن توسط این عنکبوت بدقیافه بعد انتظار مشکلات قلبی و عروقی، از دست رفتن گرمای بدن، تشنج در صورتی که مرد باشید، حتی نوزی دردناک و بیپایان رو داشته باشید. فکر کنید نوزی دردناک و بیپایان. بیچاره ما آقایان از جرفان زهر خوشون نمیاد. بله همینطوری که جواد گفت بریم به سراغ نفر، یعنی جانور سوم. من چرا هر دفعه میگم نفر؟ خب بریم به سراغ جانور سوم که کسی نیست جز یک پرنده فوق‌العاده خطرناک. دوستان از این پرنده واقعا باید دوری کنید. من در مستند زیاد دیدم که کاسوری تنها با زدن شاخ به انسان اونو کشته. بله دوستان، همینطور که متوجه شدید مرگبارترین و خطرناکترین پرنده روی زمین کاسوری نام داره. یک پرنده غول‌پیکر از نوادگان دایناسورها با چنگال‌های چنان قدرتمند که به راحتی میتونه شکم شما رو پاره پاره کنه و محتویات اونو مثل ماکارونی بیرون بکشه. این اتفاق تا کنون بارها رخ داده، زیرا کاسوری ها در جستجوی غذا به سواحل و حتی خونه‌های مسکونی هم سرک میکشن و در صورتی که غذا پیدا نکنن معترض میشن و به انسان ها حمله میکنن. در اتفاق خوفناک یک کاسوری مردی بالغ رو به زمین کوبید و با یک حرکت سریع شارک گردن اونو متاسفانه قطع کرد. جواد در مورد این پرنده چه نظرت؟
ما خودم جون تو فقط پرنده دارم تو خانم و یک عالم کفتر دارم آلمانی دارم یهودی دارم سومر بالا کفترها همش پر مودم ولی از این کاسوری ماسوری تا الان ندیدم جرئت نمیکنم بیان سمت ما. بله دوستان، کاسوری ها از جواد می‌ترسن و جواد هم از هیچی. خب چهارمین جانور، چه عجب درست گفتم، چهارمین جانور در لیست ما یک مار خیلی خیلی عجیب غریبه، چرا که شمایل این مار بیشتر به یک کرم غولاسا میخوره به نظر من. تو یک مار تایپین اینلند، یک ماریه که بومی هنده و سمی‌ترین مار جهان هم نام گرفته. به نظر من این مار از اون ماراییه که اگه سمش شما رو مورد اصابت و نیش بزنه به نظر من دیگه کارتون کاملا تمامه، چرا که بسیار پادزهرش کمه، چون این مار تا مدت ها قبل حتی شناخته شده هم نبود و تا چند ساله که کلا کشف شده این مار. خب بذاریم مقدار توضیح بدم در مورد این مار دوستان. سمی‌ترین مار جهان تایپین اینلند و زهرش برابری میکنه با 50 زهر مار کبرا. بعد از اینکه توسط این مار شما نیش زده بشید تنها 30 دقیقه فرصت دارید که خودتون به بیمارستان برسونید، در غیر این صورت زهر این مار تو بدنتون پخش میشه و جالب اینجاست وقتی که زهر این مار تو بدنتون پخش بشه شما مثل بیمار هموفیلی دچار خونریزی میشید و همه خونتون از بدنتون میزنه بیرون، انگار که این مار یک مار نفرین شده. خیلی بریم سراغ جانور بعدی که یک جانور فوق‌العاده ریزه میزه است اما در نوع خودش هم بسیار غول‌پیکره. بله، مورچه برزیلی گلوله‌ای. از اون جهت به این مورچه میگن مورچه گلوله‌ای که دردش به حدی دردناکه که شما رو انگار یک تیر مورد اصابت قرار داده. دردناکترین گزش حشرات هم مربوط به همین مورچه است. درد این مورچه در نوع خودش خیلی جالبه، اما خب جالبتر از اون اینه که بومیای آمازون از این مورچه به عنوان بخیه استفاده میکنن، یعنی این مورچه رو روی زخمای خودشون میذارن و این مورچه وقتی که اون رد زخم رو گاز میگیره باعث میشه که اون زخم به هم بیاد و جوش بخوره و یک جوری میشه. به نظر من باید به جای مورچه گولی بگم به این دکتر مورچه. درسته جواد جان؟ ما که نگاه کنم از این بخیم از این مورچه بزنیم بدن ما کار تیزیه از این مورچه بخیم بزنیم مار نیش بزنه که باید یک لشکر مورچه بده بیاری ها رو پزد. برو بعدی. بله دوستان، همینطور که جواد گفت باید اطاعت هم کنیم و بریم به بعدی.